فتوای سکس با محارم از زبان امام ابو حنیفه، کتاب المحلا بالآثار، کتاب خودشانه، صفحه چندم؟ صفحه 203. میریم به کتاب المحلا بالآثار. متن قال ابو حنیفه. ابو حنیفه گفت چی گفت؟ چی بدی کرد؟ میخونیم. ابو حنیفه گفته است اگر کسی با مادری که او را به دنیا آورده و نیز با دختر، خواهر، مادر بزرگ، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر خود ازدواج کند، در حالی که میداند آنها با وی نسبت دارند و نیز میدانند که این ازدواج حرام است و در حین حال با آنها نزدیکی کند، فرزندی به دنیا میاد، فرزند به پدرش ملحق می شود. مهری که تعیین شده است واجب است که داده شود و در هیچ یک از این موارد حد جاری نمی شود. المحلا بالآثار، صفحات 253 و 254، جلد 11. مؤلف کتاب ابن حزم اندلسی، ابو محمد علی ابن احمد ابن سعید ابن حزم. کتاب شماست. شما با خواهر مادرتان فتوای فقهی دارین که میتونین سکس کنید. در گردن آتیسا نندازین دیگه. کتاب المحلا بالآثار کاوش ننوشته.